حتما تا آخر گوش کنید. تو شهرستانمون چند سالی است که همه از آب لوله کشی استفاده میکنن، ولی خب من هر وقت میرم خونه پدر بزرگم عذاب میکشم. همیشه از این آفتاب مسی قدیمی ها که خیلی سنگینم هستن گوشه دستشویش داره که همیشه هم آب توش یخ زده. هیچ وقتم به گفته خودش داخل دستشویش رو شیراب نمیذاره. هر وقتم ازش میپرسم یه جواب داره بهم میگه. من اینطوری عادت کردم، الانم اگه بخوام ترک عادت بکنم عذاب میکشم. میخوام اینو بهتون بگم، اگه میبینی بعضیا موافق این نظامن واسه اینه به اینا عادت کردن و ما نباید به خاطر اینا یه عمر عذاب بکشیم. قشنگ همین قضیه پدر بزرگمه که همه دنیا پیشرفت میکنن و به زندگیشون تحول میدن، ولی ما هنوز تو دوران آفتاب مسی موندیم. روز به روزم داریم فقیرتر میشیم و زندگی کردن واسه همون سخت‌تر و سخت‌تر میشه. امیدوارم حرف